آدمی که علم دارد دین دارد. علم این دین است. ماناترین آدم ها هم دین دارد و هم علم دارد. دین به علم جاهلیت. البته علم چرا؟ علم وقتی که آدم با علم است همه چیز را با خوبی میبینه. شما چه فکر دارید؟ دین افضل‌تر است یا علم؟ میگویم من البته اول دینم پیشو میگذارم برای اون که کودکی که علمش نیست درباره دین گپ زنده را قبول میکند. دین این دل موی پاک میکند. دین موی راه راست میبرد. الله میگوید که الله کتابش خوندن فقط برای ما دوزی یاد نمیده، دروغ یاد نمیده، آدمکشی یاد نمیده، فقط برای راه راست یاد میده. راه راست ببرم میگه. البته من فکر میکنم که اول دین بعد علم. اگر نگاه کنید دینی که علم نداشته باشه یعنی که دینی به علم چگونه؟ و مانند عالمی به عمل و زنبور به اصل. پس چرا نباشد علم عاقب مانده؟ برای اون که من علم عاقب مانده وقتی که محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم 40 ساله شدن دانششان نبود دین قبول کرده بودن. فکر من علم برای چه؟ نکن از علم همه هر چیز یاد میگیرد. از دین نمیگیرد؟ از دین هم میگیرد. از دین هم میگیرد. علم. چرا؟ علم نباشد اگر دین فهمیدید نمیتونه. این فکر شخصی شما. شخصی من. شما چی؟ تئوری ما همه آدم دستگیری میکنه. تا علم نباشد دین نمیشناسد. اصلا مفهوم علم مفهوم دین بسیار وسیع است. اما من گمان میکنم که غرض این سوال این است که آیا مادیات بالاتر است یا معنویات؟ زیرا که این جای شک شبهه نیست که علم برای به دست آوردن مادیات کمک میرساند به انسانیت، در صورتی که دین مقصد نهایی و اساسیش همین معنویات انسان است. از همین خاطر هیچ جای شک شبهه نیست. همیشه معنویات از مادیات بالا میست. زیرا که اگر معنویات نباشه فقط فکر مادیات کنیم در اون صورت انسانیت به یک پرتگاهی میافتد. عاقبتش گمراهی و نیست نابود شدن ضلالت است. واقعا شاید ایراد بگیرن دعوا کنن که علم معنویات دارد کو. همیشه گفت بسیار است که مثلا تئاتر داره، کینو هستی، مثلا که مجموعی آثار ادیبا و بزرگا هستی که ادبیات جهانی را تشکیل میکنن. اما ببینیم آیا همینا به خود معنویات انسان کامل کرده میتونن؟ هرگز نه. اگر هم یک تاریخ انسانیت در نظر باندازیم، اما گرمانیا در زمان فاشیستی، در زمان هیتلر مگر علم نداشت؟ مگر تئاتر اینو نداشت؟ و مگر کتابا نداشت؟ همون مردمی که در همون زمان زندگی میکردن عقیدهش و عقیده نازی بود، ناتسیستی بود، کتابای روی میزیش و مگر همین فلسفه فریدریش نیتشه نبود؟ اینا در اصل بیتیاگوز اگر این مردم ما را سوال کنن اکثریت شاید فریدریش نیتشه را نشناسن، لیکن اونا کتاب بسیار بود، کتاب روی میزیشون بود. حتی استاتیستیک همین را معین میکنه که همین با تئاتر و کینو مایل کردن رفتن مردم از امریکا دیده حتی در گرمانیا در هم دوره هیتلر بیشتر و زیادتر بود. اما این معنویات معین کردن نتونست کو. سببی قتل و کشتار میلیون ها آدم، 10 میلیون آدم اگر نشیده نمیدن. همین ترحم، انصاف، وجدان وقتی پیدا می شود که انسان با سزای عمل باور داره به روزی که حساب و کتاب کرده می شود. اگر همین چیزا که نباشه فقط این مادیات دنیا باشه، برای خوشگذرانی دنیا از هیچ جنایت آدم سر نمی‌کنه. شاید دلیل هم بیارم اینو وقتی که گپ میزنه که علم بالاتر از دین، در حال انکویزیسیون را مثال میارن. انکویزیسیون اینقدر آدم را نیست نابود کرد، عالم را در اروپا سوزاندن، کشتن. در صورتی که دانسته یا نادانسته مباد فراموشی میسپارن که همین دین نصرانی در صورت چنگ به انکویزیسیون است که اسباب استفاده زمامداری هم دوری خودش گشتن. آیا حضرت عیسی علیه السلام نمیگفت که اگر از
رخساره چپ چپالو بزنن رخساره راست بوده مگر همین تعلیمات دین نصرانی خودش نبود. در شکل کوتاه یعنی که گفتی شما دین از علم افضلتر است، بالاتر است. یگان شک شبهه. اگر اینجا سوال پیدا شد، نگاه کنید حضرت، اگر سوال پیدا شد که شما از کجا فهمیدید؟ چی به شما کمک کرد؟ چه خیلی فهمیدید که دین افضلتر است از علم؟ همین علم به شما کمک نکرد؟ من معلومات تئوری دارم. نه یعنی همین علم به شما کمک نکرد تو که دین شناسید. آره علم واقعا یک وسیله دانستن میشود، بله یک محک میشود برای دانستن حق یا ناحق بودن، اما علم بخودی هیچ وقت انسان را راه هدایت نمیرسونه. من همین شعار نظمی است که حضرت مولوی بزرگوار مولوی جلال‌الدین رومی گفته است: جامه‌های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، خورده‌کاری‌های علم فلسفه یا نجوم و علم طب فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. من حیات از زندگی را فقط از همین مجموع بودیات خشک‌گذرانی ها نمیدونم. من حیات زندگی را از این میدونم که بنده واقعا بندگی خدا را کنه و بعدا بقی درجه و منزلت انسان بسیار بلند است. علم بله، علم واقعا برای سبو کردن زندگی است، امکانت میده که راه حق پیدا کنی، بله، اما واقعیت حقیقتی دین شده نمیتونه. اگر به شرط با دین آشنایی نداشته باشی هیچ علم به فایده و منفعت نیست. ولی که اگر علم همین صرف همچه علم قبول کنیم و بگیریم، دیانت از علم دور کنیم، این علم سبب کمبودی زیاد میشود. مگر همین علم بله فایده و منفعت زیاد آورده است اما زیان و ضررش کم است. بمب اتمی را عالما نساختن. و کسی که علم داره و اگر معنویات نداره او بسیار خوفناک میشود. تیغ دادن در کف وحشی مست به که آید علم نوکس آباده است. آن چیزی را که من خواندم و آن چیزی را که من دیدم، تمام علما میگن که علم و دین که روحی و جسد است. یعنی علم به دین یا دین به علم تصور کردن امکان نداره. اینها میگن مثل روح و مثل جسدن. یعنی اگر جسد من حاضر دین باشه، جان من یا روح من علم است. یا اگر جسم من علم باشه، روحش دین هست. برای همین ما با دین با واسطه علم میرسیم و مقصد همو جناب مولانا رومی میگفت که ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بر دیگران بخشیده ایم. مراد از همو مغزی که در درون قرآن است، مراد همو علم است. و اگر بود ما مقصد با علم با خدا را شناختنش، با پیامبر شناختنش، با دین شناختنش، مقصد همین با علم می شود. برای همین نظر من یا دیدگی و خواندگی من همین است که اینها مثل انمو روح و مثل جسد است. یعنی هیچ وقت نمی شود تصور کنی که یکیش از یکیش پیش بگذاری. برای همین هر دی اینها یک چیز است. مثل که کلمه ایمان و مثل کلمه مؤمن و مسلمان. همین مؤمن و مسلمان هر دوش یک چیز است. میگم مثل پشت و مثل شکم. همین پشت به شکم تصور کردن امکان نداره. همین دین و علم هم هر دوش میکل است. فهمه بهترین. یعنی که از این معلوم می شود که هر دوش اینها را نمی شود که من یکیشم مقدم یک تاش بگذارم. زیرا که اولین سوره هم که در قرآن آمد به پیامبر، این سوره همو علق بود، اقرا بود، بخوان. اگر در علمهای مثال در دینهای پیشینه شناختن خدا آمده باشد، در دین مثال خودمان یا با قرآن خودمان اول ما را به علم دعوت کردن.
برای همین یعنی بین که دین به علم نمیشه تصور کرده. برای هر اینا مثل مؤمن و مسلمان، مثل همون شکم و پوست، یا مثل روح و مثل جسد های هر اینا یک چیزم. تشکر. سلامت باشید و خدا نیستان کنم. رحمت. خدا نگهدار. بله.